روز 19 فوریه دونالد ترامپ پرزیدنت آمریکا در بحث لفظی با ولادیمیر زلنسکی پرزیدنت اوکراین پاسخ تندتر داد و او را دیکتاتور بی انتخابات نامید. او در صفحه‌اش در تروث سوشال با زلنسکی نوشت بهترش زودتر عمل کند تا کشورش را از دست ندهد. این نوشته یک ساعت بعد از آن پیدا شد که زلنسکی گفت ترامپ تحت تاثیر دروغ پراکنی روسیه قرار گرفته است. پرزیدنت ترامپ از این پیش گفته بود که اوکراین امکان پیشگیری از جنگ را داشت ولی این کار را نکرد. دریغا پرزیدنت ترامپ که او را همچون رهبر ملت امریکا احترام میکنیم، ملتی که همیشه از ما پشتیبانی کرده است، متاسفانه تحت تأثیر دروغ پراکنی مانده است. زلنسکی همچنین گفته ترامپ رو که از او تنها 4% اوکراینی ها پشتیبانی میکنند دروغ پراکنی روسیه نامید. ترامپ گفته بود باید در اوکراین از نو انتخابات پرزیدنتی شود چون زلنسکی محبوبیت ندارد. ماه فوریه یک سازمان بعد از نظرپرسی اعلام کرد که 57% اوکراینی ها به زلنسکی باور دارند. ترامپ در حال از زلنسکی تنقید میکند که روز 24 فوریه از هجوم روسیه به خاک اوکراین 3 سال پر می شود. روسیه به آهستگی پیشروی میکند و 20% خاک اوکراین را اشغال کرده است. مهلت 5 ساله پرزیدنتی ولادیمیر زلنسکی آخر سال 2024 به پایان رسید ولی قانون‌های اوکراین در شرایط جنگی برگزاری انتخابات را اجازه نمیدهند و زلنسکی حق ادامه کار را دارد. جنگ لفظی میان پرزیدنت آمریکا و اوکراین پس از آن آغاز شد که دونالد ترامپ روز 12 فوریه تلفنی با پوتین گپ زد و سیاست آمریکا در مورد تجاوز روسیه به اوکراین تغییر یافت. بعد این دیپلمات‌های بلندپایه آمریکا و روسیه در عربستان سعودی درباره جنگ در اوکراین گپ زدند ولی به این ملاقات نماینده‌های اروپا و اوکراین دعوت نشدند. پوتین روز 19 فوریه از نتیجه این ملاقات ستایش کرد و گفت در مذاکرات برای ختم جنگ اوکراین نیز شرکت خواهد کرد. کیت کلوگ فرستاده ویژه ترامپ به کیف رفته است. او به خبرنگاران گفت که نگرانی امنیتی اوکراین را درک می‌کند و نظر مقامات این کشور را به واشنگتن می‌رساند.